ضمن ملاقات رئیس ولایت خاتلان دولتعلی سعید همچون نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به وکیلی مجلس وکیلان خلق ولایت خاتلان از حوزه انتخاباتی بختار یک برنامه پیش از انتخاباتی خود را معرفی نموده افضلیت‌های کلیدی آن را شرح داد. تاکید گردید که فعالیت او به بهترسازی سطح زندگی ساکنان، رشد استوار اقتصادی و اجتماعی منطقه، تحکیم اینفراستراکچور و تطبیق برنامه‌های مهم در ساحه‌های مختلف جامعه روانه خواهد شد. یکی از موضوعهای مهمی بررسی شده در واخره نقش عائله و مکتب در تربیت نسل نورس بود. رئیس ولایت دولتعلی سعید ذکر نمودند که تعلیم و تربیت درست کودکان و جلب آنها به کتابخانه تنها وظیفه آموزگاران نبوده، بلکه والدان نیز باید در این روند نقش فعال داشته باشند. همزمان نامزد مسئله رشد معارف را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک ارزیابی نموده، بلند برداشتن صفت تعلیم، ترغیب کتابخوانی میان جوانان، تشویق طرز حیات سالم و پیشگیری شامل‌شوی نورسان و جوانان بر روندهای نامطلوب را از هدف‌های مهم خود عنوان کرد. ملاقات در فضای آزاد و صمیمی برگزار گردیده، اشتراکداران از امکان ملاقات مستقیم با نامزد و ابراز نظر اظهار قناعتمندی کردند. در ادامه ملاقات دولتعلی سعید مسئله دستگیری اجتماعی اهالی مخصوصاً عائله‌های نیازمند، معیوبان و نفقه‌خوران را از سمت‌های مهم برنامه خود نام برد. او تاکید نمود که برای بهتر نمودن دسترسی این گروه‌ها به خدمت‌رسانی‌های اجتماعی و بلند برداشتن سطح زندگی آنها تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شوند. در جنبست واخری اشتراکداران اظهار داشتند که چنین ملاقات‌ها برای درک واقعیت مشکلات مردم و پیشنهاد راه‌های حل آنها واقعیت مهم دارند. این واخری سریراهی در فضای گرم و صمیمی انجام یافته. رئیس ولایت دولتعلی سعید همچون نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت خاتلان از حوزه انتخاباتی بختار یک با انتخاب کنندگان برای توجه و پیشنهاد اندیشه‌های سازنده‌شان اظهار سپاس نمود.